سرخط خبرها روسیگی‌ها تشویش ندهید اعلان هزل‌آمیز اجاره خانه در دوشنبه. بیش از 9 میلیون کودک افغان همیشه گرسنه‌اند و آشکار شدن چند حالت قلبی در دوشنبه. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز جمعه 17 ینور. تیم‌های مذاکره کننده اسرائیل و حماس در دوحه پایتخت قطر سازشنامه آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را امضا کردند و کابینه امنیت اسرائیل روز جمعه برای رای‌دهی درباره این سازش جلسه برگزار می‌کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح 17 ینور این خبر را تصدیق کرد. خبر امضای سازش آتش‌بس از سوی طرف‌های درگیر در غزه در حال نشر می‌شود که روز گذشته سروزیر اسرائیل گروه حماس را متهم کرد که بعضی از بندهای سازشی آتش‌بس را در نوار غزه نپذیرفته قبول آن را از سوی حکومت اسرائیل نیز به تأخیر انداخته است. موافقتنامه آتش‌بس در غزه روز 15 ینور از سوی نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه قطر اعلان شد. این سازشنامه از روز 19 ینور به حالت اجرا می‌دراید. این سازش که پس از هفته‌ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده‌ها گروگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 پس از حمله حماس که 1200 اسرائیلی را کشت و 250 کس را گروگان گرفت آغاز شد. در شبکه‌های اجتماعی نواری ظاهراً هزل‌آمیز جوانی میچرخد که میگوید در دوشنبه صاحب خانه شده است و آن را تنها به آسیای تبارها و قفقازی‌ها اجاره می‌دهد. روسیگی‌ها لطفاً زنگ نزنید و تشویش ندهید اعلام می‌کند این جوان. معلوم نیست که وی کیست و نوار کی و به چه هدف ثبت شده است، اما صحیفه‌های زیادی مربوط به ملت‌گراهای روس آن را نشر و بازنشر و آن جوان را تمسخر می‌کنند. یکی از چنین صحیفه‌ها سرگرد در تلگرام است که با مهاجر ستیزی خود نام برآورده است. مهاجران تاجیک پیوسته شکایت می‌کنند که برایشان پیدا کردن منزل اجاره در روسیه مشکل است. به گفته بعضی از مهاجران، صاحب خانه‌ها آشکارا می‌گویند که به مهاجران از آسیای مرکزی خانه اجاره نمی‌دهند. به گفته کاربران این شبکه‌های اجتماعی، نوار بار دیگر اثبات می‌کند که برای مهاجران پیدا کردن خانه اجاره در روسیه تا چه حد مشکل است. می‌پرسید какой национальный, хай میگه تاجیک مقصد یا ازبک. مثال کمی دو ناціه در основной نمیدونم برای چی سبب باشد چی رویو در نظر داشته باشند میگن یه نه مقصد تاجیک ازبکی نبودیم здавать квартиру. با چی سبب است سببش هم نمیگن. مقصد یک 18 جهت و نویسندگی در همون комментариёш کی مقصد без разницы чтобы был человек باز زنگ شو میزنی агентство по-любому میپرسن национальный چیه مثال همین تاجیک ازبک گفتی نمیگن. در همین حال برخی هم گفتند که عیب خودی بچه‌های تاجیک هم هست که بعضاً صاحب خانه‌ها را فریب می‌کنند و پول اجاره را نمی‌دهند. به گفته کارشناسان رسانه‌ها مهاجران را در چشم صاحب خانه‌ها بد نشان می‌دهند. از این سبب اکثر صاحب خانه‌های روس احتیاطکار شدند. بینندگان عزیز، نظر شما به این مسئله چیست؟ لطفاً نظرهای خود را زیر این برنامه بر ما نویسید. سازمان ملل متحد روز 15 ینور هشدار داد که در سال 2025 بیش از 9 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد خوراکبری روبرو هستند. این سازمان در اعلامیه تغییر اقلیم را یکی از سبب‌های این وضعیت نامید و گفت این تغییرات باعث شده است که خانواده‌ها نتوانستند برای کودکان خود غذای کافی ذخیره کنند. دفتر هماهنگسازی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در گزارش گفته است که در عموم سال جاری نزدیک 23 میلیون افغان با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. فعالان حفظ محیط زیست به خاطر حفظ پلنگ برفی در قرقیزستان تلاش دارند که گوزن در کشور از بین رفته را دوباره در مکان زیست این جانور نادر احیا کنند. بیش از 30 گوزن را 2 سال پیش از آلتای روسیه به قرقیزستان آوردند. این نوع گوزن تا سال 1950 در قرقیزستان زیاد بود ولی دیگر آن را ندیدند. همکارم مومین احمدی درباره احیای این گوزن‌ها گزارش آماده کرده است. گوزن‌های از بین رفته دوباره در بلندکوه‌های قرقیزستان احیا شدند.
غذا برای پلنگ نادری برفی. پلنگ گوزن را خورد چی میکنی؟ شاد میشوم. فعالان این نوع گوزن را 2 سال پیش از آلتای روسیه و قرقیزستان آوردند. 35 گوزن آوردیم. کاری مشکل بود. 5 تاش مرد. 2 گوزن دیگر را پلنگی برفی خورد. یکی پای شکست و تبوبت می شود. حالا از آن گوزن ها 28 سر مانده است. گوزن محلی یا گوزن دوم سفید را در قرقیزستان باری آخر سال 1950 دیده بودند. سال گذشته 8 بچه کردند. این سال 12 بچه گوزن داریم. آنها بسیار خوب با شرایط اینجا مطابق می شوند. فعالان باور دارند که احیای دوباره گوزن محیط زیست را خوب خواهد کرد. وقت و نیروی زیادی برای آوردن گوزنها صرف شده است. اگر آنها را پلنگ برفی خورد معنای آن را دارد که جانوری نادر وجود دارد. وقتی برای آنها خوراک هست این توازن در طبیعت است. معنای آن را دارد که ما برای همه جانوران شرایطی برابر آماده میکنیم. حالا اینجا قانون طبیعت عمل میکند. پلنگ برفی با سبب نداشتن غذا و تغییریابی اقلیم در حال نابودی است. گوزن خوراک خوبی برای این جانور نادر است. پلیس دوشنبه از آشکار شدن شماره زیادی قلابان در سامانه سامانتیجی خبر داده است. این نهاد در تلگرام کانال خود خبر داده است که کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینای شهر دوشنبه این حالت را آشکار کردند. به اطلاع مقامات گمانبران در سامانتیجی درباره به اجاره دادن منزل استقامتی اعلانی بر دروغ نشر نموده مبلغ‌های گوناگونی شهروندان را از خود کردند. وابسته به این حالت پلیس به شهروندان مراجعت کرده است که اگر موردی فریب این گروه جنایت پیشه قرار گرفته باشند به رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعت کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 17 январи соли 1995 горди президентӣ таъсис шуд ки соли 2004 ба горди миллии тоҷикистон тағйири ном кард. ин нирӯҳо ки воҳиди мустақили ҳарбии таъиноти махсус номида мешаванд тобеи президенти тоҷикистон мебошанд. масъулияти аслии ин ниҳод таъмини амнияти сохторҳои давлативу мақомоти баландпоя мебошад. шакли ибтидоии он бо фармони президенти вақти тоҷикистон раҳмон набиев дар моҳи майи соли 1992 дар майдони озодӣ ва дар авҷи рӯёрӯyӣ бо тазоҳуроти дигар дар майдони шаҳидон ба миён омада аз ширкаткунандагони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90 мебошад. 17 январи соли 2003 дар тоҷикистон аз роҳи бордоркунии сунъӣ нахустин дугоникҳо чашм ба олам кушоданд. кӯдакон зери назари мутахассисони тиббии маркази насл таваллуд шуданд. ин ҳодиса барои бисёр хонаводаҳои бефарзанд дар тоҷикистон шӯълаи умед бахшид, чун то он замон танҳо ҷуфтҳои дорову сарватманд метавонистанд амалиёти бордоршавии сунъиро дар клиникаҳои хориҷӣ барпо кунанд. 17 январи соли 1931 овозхони маъруф ҳунарпешаи мардумии СССР аҳмад бобоқулов таваллуд шудааст ки дар таърихи мусиқии миллӣ ба ҳайси яке аз беҳтарин тенорҳо ё овозҳои пурқуввати мардона ёд мешавад. ӯ ҳамагӣ 59 сол умр дид, вале тавонист номи худро дар таърихи мусиқӣ ҳамчун садои тиллоии тоҷикистон сабт кунад. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ баробар аст ба 109 сомонӣ, 100 евро ба 1126 сомонӣ ва 100 доллар 1094 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомнодиро тамошо кардед. бароятон истироҳати хуб орзумандам. рӯзи хубе дошта бошед.